درود بر شما خانواده بزرگ صرافی بیتمارت. امیدوارم که حال همگی عالی باشه. خب دوستان، تو این ویدیو قرار ما بخش اثبات صرافی بیتمارت رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم شما به چه صورت شما میتونید از بخش اثبات استفاده کنید و ترید های بخش معاملات نقطه‌ای یا همون اثبات خودتون رو انجام بدید. خب دوستان، در ابتدا شما نیازی دارید که وارد صفحه اول صرافی خودتون بشید. پول داخل حسابتون باید قطعا داشته باشید. از قسمت ترید ما اینجا وارد میشیم، وارد بخش اثبات میشیم. صبر میکنم تا صفحه برای ما اینجا لود بشه. اینجا یه سری جزئیات داریم که با هم دیگه خیلی خلاصه و سریع بررسی خواهیم کرد. از سمت چپ ما اینجا میتونیم جفت ارزمون رو ببینیم: BTC USDT ETH USDT سولانا یا هر ارز دیگه دوست داشته باشید اینجا میتونید ببینید تغییراتش. میتونید ستاره دار بکنید وارد بخش فیوریت شما بشه و توی این قسمت میتونید قیمت اصلیش رو ببینید، قیمت در واقع مارکت 24 درصد تغییراتش، بیشترینش، کمترینش، حجمش. چارت ما چارت تریدینگ ویو هستش، چارت کاملا معتبر و با ارزشیه. توی این قسمت یه سری ایندیکیتور، در واقع یه سری ابزار آلات داریم که میتونید استفاده بکنید. توی این قسمت میتونید ایندیکیتور بیایید و روی چارت خودتون اد بکنید از قسمت ایندیکیتورز و تو قسمت انتهای اینجا اوپن اوردر، اوپن هیستوری، اوردر هیستوری، ترید هیستوری و یه سری جزئیات دیگه اینجا داریم که اگر اوردری باز بشه وارد بخش اینجا میشه. و توی این قسمت میتونید ببینید که دو تا بخش داریم، اثبات و مارجین، که الان بخش ما صحبتمون اثبات هستش. گزینه اول بای و گزینه دوم سل، جفتش یکیه، فقط این برای خرید و این برای فروش هستش. اگر شما ارزی بخواید بخرید اینجا باید بخرید و اگر بخواید ارزی بفروشید هم تو قسمت سل باید ارزتون رو بفروشید. خب حالا بخش بای رو با هم دیگه مرور میکنیم. سه تا گزینه اصلی داره: لیمیت، مارکت و تریگر. لیمیت چی هست؟ شما اینجا قیمت رو میذارید و با توجه به قیمت مارکت اینجا تنظیم میشه. برای مثال دارم میگم الان قیمت 115 و 600، من میذارم قیمت 114 برای من بیت کوین بخر. حالا چقدر بخره؟ توی این قسمت باید وارد بکنید شما چقدر میخواید به بیت کوین در واقع خریداری بکنید، باید به بیت کوین وارد بکنید. اینجا برای مثال اینجوری باید بزنید مثلا انقدر بیت کوین که میشه معادل حالا 45 صدم که یه ذره کمه، حالا که میشه معادل 11 1000 بیت کوین که میشه معادل 11 و نیم تقریبا USDT و همون تتر. بعد توی این قسمت هم میتونید به تتر وارد بکنید اگه دوست داشته باشید، مثلا بزنید 15. و توی این قسمت نوار هم میتونید از طریق نوار این نوار رو بکشید و برای مثال بزنید 50 درصد 28 درصد هر چقدر که خودتون دوست داشته باشید. این رو اینجا میزنید برای مثال 26 درصد بمونه. تو قسمت بعدی هم اینجا گزینه ترانسفر داریم. ترانسفر اینجا میتونید بزنید از قسمت فیوچرز، قسمت بای سل، آیزولیت مارجین، کپی تریدینگ به قسمت مختلف دیگه صرافیتون تغییر بکنه. اینم گزینه برعکس کردنشه. این میتونید ارز رو انتخاب بکنید چه ارزی رو میخواید انتقال بدید، در واقع جابجا بکنید بین بخش مختلف صرافیتون. تو قسمت میتونید بزنید که چقدر میخواید پول جابجا بشه و بعد رو گزینه کانفرم میزنید تا براتون پولتون جابجا بشه. خب ما نیازی نداریم حالا چون پول ما تو بخش اثبات هستش. اینجا اویلیبل میتونید ببینید که 48 و 60 صدم تتر ما اینجا پول داریم و در قسمت انتهای باید گزینه بای BTC بزنید تا برای شما این اوردر اینجا باز بشه. نوشته که اوردر پلیسد، وارد بخش اوپن اوردر شد و هنوز بیت کوین به ما خریداری نشده چون که به قیمت 114 که من گذاشتم نرسیده. خب حالا اینو میخوام کنسل بکنم دیگه. یه سری جزئیات داریم که میتونید اینجا ببینید: جفت ارزمون، تاریخش، نوعش، سایدش که حالا بای هستش، اوردر پرایس ما حالا 114 بود، من اینجا صفر اینجا کم گذاشتم 11 و 400 خورده و اینجا توتالش هستش و اکشن هم اینجا گزینه کنسل رو ما اینجا داریم. حالا گزینه کنسل رو من میزنم و اوردر برای من کنسل شد. گزینه بعدی در مورد مارکت هستش که شما دیگه اینجا قیمت رو وارد نمی‌کنید و خودش قیمت مارکت رو برای شما در نظر میگیره با فی بالاتر و معامله شما رو هر چیزی که باشه برای شما، حالا چون اینجا در حالت اثبات و خرید هستش، برای شما در آن واحد خریدتون رو انجام میده. و تو قسمت توتال هم باید اینجا وارد بکنید که چقدر میخواید شما، چند درصد در واقع میخواید در صرافی بیتمارت بخش اثبات ارزی که انتخاب کردید رو بخرید. برای مثال من میزنم 8 و 76 صدم USDT که میشه معادل 18 درصد دارایی من. میتونید بزنید و گزینه بای PTC بزنید تا برای شما اینجا در واقع دیگه نمایش داده نمیشه چون بخش پوزیشن نداره، مثل فیوچرز نیست و وارد بخش دارایی هاتون میشه. بخش تریگر چیه؟ شبیه به بخش لیمیت هستش با تفاوت این که
شما دیگه توی این قسمت یه گزینه بیشتر دارید در واقع به اسم تریگر پرایس که چیه؟ شما زمانی که تریگر پرایس رو فعال میکنید اول باید قیمت به اون برسه و زمانی که قیمت به اون رسید برای شما رو قیمت در واقع لیمیت شما خریدتون رو انجام بده. حالا کاربردش چیه؟ اینه که شما تا زمانی که به قیمت تریگر نرسیده اوردر شما با قیمت لیمیت وارد بخش اوردر بوک نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه یعنی در واقع به عنوان شما میکر یا تیکر تو این قسمت در دفتر اینجا درخواست ها اوردرها قرار نخواهید گرفت. و بعد این گزینه انتهایی هم داریم که شما میتونید انتخاب بکنید چند درصد داراییتون میخواید حالا ارز رو بخرید و بعد گزینه بای BTC میزنید تا براتون خریده بشه. بر گزینه سل هم همینطور، شما هر ارزی که دوست داشته باشید خریدید رو میتونید تو این قسمت بیاید و به مثال بخرید. حالا من تو قسمت لیمیت اینجا میرم یه ارزی رو میخوام بخرم و بفروشم. برای مثال رو قیمت اینجا ما کلیک میکنیم برای من قیمتش اینجا بیاد و اماونت رو میزنم. برای مثال حالا 15% دارایی میخوام بخرم، گزینه بای BTC میزنم، اوردر پلیسد و اوردر فیلد. یعنی چی؟ یعنی اوردر من پر شد و برای من بیت کوین خریداری شد. همونطور که میتونید ببینید این قیمت برای من بیت کوین هم خریداری شد و از موجودی من اینجا کم شده 41.7. حالا اگه وارد بخش سل بشم اینجا میتونید ببینید که من انقدر دارم و تو قسمت لیمیت میتونم بیام. حالا رو مارکت میتونم بفروشم، فرقی نداره، هر قسمتی که خودتون دوست داشته باشید. رو قیمت لیمیت میام و قیمتی که تقریبا همین الان بوده انتخاب میکنم، 100% رو انتخاب میکنم. اینجا گزینه سل BTC میزنم، اوردر من پلیس شد و اوردر من فیل شد. چون خیلی بازار نوسان داره در جا پر میشه. و اگه حالا خواستیم این قسمت یه دونه نمونه هم ببینیم که اول بهتون نشون دادم تو بخش بای لیمیت و اینجا وارد بخش اوپن اوردر شما خواهد شد. خب دوستان این بود از بخش اثبات صرافی بیت مارت که دیدیم چقدر خلاصه و با چقدر قابلیت های زیادی اینجا هست و شما میتونید به راحتی از اون استفاده بکنید. امیدوارم که لذت برده باشید. ویدیو رو بیشتر از این طولانی نمی‌کنم. با ویدیوهای بعدی و آموزش های بیشتر از صرافی بیت مارت، خدا نگهدار.